میخوام راجع به پسرم صحبت کنم. هیدو، خب نمیتونی بذاریش نوک حمله بازی کنه؟ چی؟ زیبایی بازی فوتبال در شوت کردن و گل زدنه. اگه هیدو قرار بازی کنه باید نوک حمله تیم باشه. ولی خواهش میکنم گوش کن. من میخوام پسرم بهترین بازیکن فوتبال بشه. این آرزوی منه. اگه تو با بازی کردنش در نوک حمله موافقت کنی، من از هر جهت با باشگاهتون همکاری میکنم. لباسهای نو، توپ، هر چی که بخواین. خواهش میکنم حرف منو گوش کن. خب متاسفم. چی؟ بعد از دیدن بازی همه این تصمیمو گرفتم. یعنی تو نمیخوای خواهش منو قبول کنی؟ ها؟ این کارو انجام بدم. تقاضای منو رد نکن ماسارو. که اینطور پس منم میدونم چی کار باید بکنم که گفتی نمیتونی خواهش منو بپذیری. خوبه بهتر از این نمیشه. گوش کنی چی میگم بچه‌ها. کاپیتانتون واقعا خوبه. با وجود اون دیگه لازم نیست نگران اون حرفه‌ای باشی. اون داره تمام سعیشو میکنه که حداقل 30 تا گل بخوری. خیالتون راحت باشه.